روزهای بهار و شادمانی شما عزیزان مبارک باد و انشالله که روزها به خوبی بگذرن. در خدمت شما هستیم. موضوع خانوادگی روزهای سه‌شنبه و مهمان گرامی ما و کارشناس دائمی برنامه جناب دکتر صاحب محمود ساحل، مشاور بخش خانواده و همچنین دکتر بخش داخلی عمومی. دکتر صاحب عرض سلام و وقت بخیر و روزهای سال نو شما هم مبارک باشه. ما شما برای اولین بار در سال 1400 داریم برنامه اجرا میکنیم. سلامت باشین. سلام به شما، سلام ببینم. سلامت باشین، بخیر باشین. سلامت باشین. در این وقفه دیگه دوستا وقفه‌ای که لازمی را هم مشاهده کردن، کلیپ های خلاقیت و پیام های بازرگانی، ولی اگر صحبت میکنیم دکتر صاحب موضوع بحث ما انتخاب کنیم ذهنیت سازی برای اطفال. اگر یک معلومات در بخش نخست بدین که چه یک موضوعی است و چقدر مهم است برای خانواده که به این مسئله توجه داشته باشن. نقطه اساسی که برای خود اطفال مثلا ما میگیم که ذهنیت چرا میسازیم یا باید چرا ساخته شود، دلیلش باز برمیگرده به همی تمامی طفلایی که فی الحال مثلا در خانه سی سابق طفلان فی الحال در خانه 30 و 20 و 40 مثلا هر چی که هستن، یا دکتر هستن یا انجینر هستن یا هر چی که هستن، شکلگیری از این دور طفولیت شده که حتما کسی برایشان ذهنیت ساخته به خاطر از تا یک داینده یک فرد خلاق و یک فرد پرکار و پر نیرو و دستاورد برای مردم و برای جامعه باقی بمانه. درست. و نقطه اساسی که ما همیشه سرش کوشش میکنیم که برای خانواده میگیم که شما ذهنیت های طفلتان آماده پذیرش بسازین. مثلا یاد گرفتن یک چیز موضوع دیگه هست، ولی یاد دادن یک چیز دیگه هست، ولی شما که ذهن میتین برای طفل، اونا خود به خودشان راه و دریچه هایی را باز میکنن تا برای اهدافی که به خود تعیین میکنه را خوبتر میتونه باز بکنه. و همین خاطر است که ما همیشه میگیم که از کل چیز که در ذهنیت سازی به خاطر طفلا مهمتر است. مثلا طور مثال شما اگر فی الحال یک طفل پرسان بکنین که چی میخوایی در آینده چی شوی، شاید به یک پلیس میشم یا قماندان میشم یا یک خلاصه یک کاری میشم که در تفنگ و جنگ و بزنم و بکنم هستن. بله. چرا که ذهنیت طفلای ما تا هنوز به مرحله نرسیده که خانواده ها برشان پوره بسازن، ذهنیت برشان درست و خوبه بته. اگر مثلا شما برای فی الحال در بعض خانواده اگر پرسان بکنین، شاید مثلا در 10 خانواده یا 3 خانواده یا 2 خانواده طفل 3 ساله و 4 سالش بگه که من انجینر یا دکتر یا مثلا حتی گفتن نمیتونه که سیاستمدار میشم. بله. چون بله. تعریفش نفهمید درست در خانهشان روی صحبت نشده. این ما میم سر این موضوعی که بیشتر ذهنیت سازی از خودم چیز میکنیم صحبت میکنیم که خانواده ها همیشه برای اطفال خودان ذهنیت به خاطر از ایجاد بکنن تا شکل گیری که در سن 30 الی 40 از اینا می باشه. این بسیار زیادشان مهم است. تاثیر میگذاره روی آینده این نفر. بله، دقیقاً. و دریچه های بدی رو برشان باز می‌سازه. من یک مثال عینی دکتر صاحب در اینجا در ذهن آمد. ما بسیار کوچک بودم در خانه یک اتاقک تخم کدو بود اینا باز من زیاد رو میخوردم، بس به خاطر که مانع شد که من رو نخورم، ترس بخورم میگم اونجا یک آجه است، یک بلاست. یعنی من باور بکنم هنوز در سنی که فعلا هستم از اونجا میترسم، چون فکر میکنم اونجا چیزی هست. حتما یک چیزی هست. دایم شب خواب میدونم که چرا پدر بزرگ خراب نمیکنه این خانه را، چرا این خانه را نمیکوبه، چرا که اینجا بلا دایم هست. یعنی حتی بعد از خانه کس نباشد در اون داخل یا خانه رفتن نمیتونم، چون اون یک اتاق کوچک در گوشه خانه بود، بعد اونجا ترسانده بود مرا. این گپ شما بسیار دقیق است و خیلی خانواده ها بچهای خود به خاطر کارام شون از گریه اینا از گای از سگ میترسانن، گای از یک شخص میترسانن فلانی آمد حالا گوشت رو میبرن مثلا چیکار میکنن. این به نظر شما بسیار تاثیر منفی داره؟ درست؟ مکملا تاثیر منفی داره. بعدا هم پس برمیگردیم سر موضوع ذهنیت سازی. وقتی شما ذهنیت یک طفل چی به کار خوب و چی به کار که مثلا طرف از کار خود فرد یا طفل حرکت نداشته باشه، شما یک فوبیا برشان در اصل پیدا میکنید. درست. که فوبیا باز در آینده برای خود طفل مشکلات دیگری را بار میره. مثلا بسیار زیاد عقده ها را، کینه ها را بار میره. بهترین کاری است که شما بر طفلتان همیشه هر گپی که میزنه گپش از زیاد گوش بگیرین ولی کم صحبت کنین کدیش. مثلا میتونین که طفل 2 ساعت 3 ساعت بانین که گفته بره،
بسیار کوتاه خلاص کم برشان جواب بتین و هر کار که میگه براتان خوب برش میگین. آیسته ایسته برشان ذهنیت میتین که مثلا کامپیوتر چی است، موبایل چی است، مریضی چی است، مثلا صحتمند بودن چی است، دخانیات چی است، مثلا کسی که سیاست میکنه چی است، کسی که پلیس است چی میکنه، کسی که دکتر است چی میکنه. اینی ذهنیت دادن برای خود اطفال. مثلا یک طفل خودش نمیفهمه که یک فرد که در تلویزیون میبینه یا در بیرون میبینه که به یک موقف مقام بلند رسیده، طبیعی است که در افغانستان هر کسی که یک کمک پول پیدا میکنه مجبور است مترزری و بودیگارد بگردانه. ولی طفل ما که خورده در سن 8 ساله 10 ساله است، او که سعی میکنه فکر میکنه که اینمی تفنگ است و اینمی است و اینمی زور است و اینمی تمام چیز اینمی است و این مثلا اسونه همیست، در حالی که شاید کسی که همی خود پلیس و بودیگارد کسی را که محافظت میکنند او برای 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال تحصیل کرده باشه، بسیار مشکلات و مرحله رسیده باشه، ولی طفل از این ذهنیت میگیره که خیبه زور نمی تفنگ و نمی 4 نفر لندغه رو که در گرد و بر می باشند که می بسیار کلان کلان دارند. اینی چیزایی هست که خود سر طفل یک اثر میمونه. و این خانواده است که ذهنش میسازه که نه بچیم او آدمی که در اوجه هست داخل نتر است، این قدر وقت تحصیل کرده، این قدر بله چیز راههایش برش نشان داده میره که مثلا تو باید مکتب بخونی، بعد از مکتب بری پنتون بری، بعد از پنتون بری به طرف وظیفه، بعد وظیفه تجربه کاری بگیری، باز به موقف مقام را که تو تخیلش میکنی بعد از او باز میرسی یا امیدش داری یا هدف داری که مثلا به جا برسی. این قدر زمان میبره. درست. یکی از پیامدهای شاید دکتر صاحب نفرت پراکنی ها در آینده باشد. ما آل واقعیت های جامعه است باید آدم گفت و این ناشی از جهالت و نادانی مردم میشه. متاسفانه در ولایت های بسیار دوردست در مناطق مرکزی و کوهستانی جاهایی که مثلا هزارها بیشتر زندگی میکردن، خب هم بچهای کوچیک خود ترس میدادن که گریه نکنه که آغو آمد یا مثلا با آغو میتیم، یا شاید در منطقه دوردستی که هموطنان باشن شاید بگه گریه نکنه که اون هزارها آمد یا مثلا یک قوم دیگر بگن. این وقتی کلان میشه آیسته می وارد مکتب و دانشگاه دائم فکر میکنه که یک انسان شاید یک جناور باشه، کسی که ضرر برسانه. وقتی ببینه نه یک هموطنش هست، یک آدم دلسوزی است، خدمتگار، کاملا اینجا دیدگاه منقلب میشه که چطور من این همه مدت هراس داشتم، از این ترس داشتم. یعنی زن سادی شاید تا آینده نفرت ها رو در وجود افراد تقویت کنه. بنظرش ببینید ما همیشه برای دوستای خودم کسایی که مثلا اهل دیگه اقوام هستن، ما همیشه روشان رابطه خوب داشتیم و کوشش کردیم که قوم خود ما رو به اونا یک جای بسازم. بله. ولی مشکل اساسی را وقتی اگر ما ببینیم در قسمت موضوع که خودتان اشاره کردین این است که رفت و آمد نیست. مثلا شما اگر بین به مسجد سنی ها مشکل نداره، یک تاجیک اگر میره به یک جای پشتونا مشکل نداره، اگر یک پشتون میره به جای یک هزاره مشکل نداره. کدام گپ نیست. هر قدر که اینمی جشنواره گرفته شوه، هر قدر که به این شکل مثلا مسائل مذهبی یک جای گرفته شوه، همون قدر بهترتر است، هم برای طفلای ما، هم برای آینده افغانستان و هم برای یک جامعه سالم. هر قدر که ما برای اطفال ما ذهنیت بتیم که اینمی اگر پشتون است، تاجک است، هزاره است، ازبک است، ایماق است، سنی است، شیعه است، وهابی است، هر چی که هست دمی افغانستان دمی سرزمین زندگی میکنه، هم سرنوشت است. بله. این را قبول کن، بپذیر. وقتی که شما ساکن دور مکتب اصلا این موضوع مطرح نیست. وقتی شما داخل وارد چیز میشین، مثلا پنتون یا دانشگاه، باز دیگه شروع میشه. حتی باور بکنید من هر بار پنتون دانشگاه را یک جای یاد میکنم. چرا؟ که از این کلمه یک مشکل کلان را ما سپری ساختیم. هیچ نمیخوایم که تنها پنتون بگیم، همیشه یا مثلا پنتون دانشگاه یک جای میگیمش. چرا که اینمی یک مشکل مانده. بیایم ما پنتونش هم میپذیریم، دانشگاهش هم میپذیریم، یک 4 نام دیگه هم سرش بانیم، اوش هم قبول میکنیم. ولی به خاطر از اینکه ذهنیت طفلای ما بعد از قدر دهه جنگ که تیر شده و مشکلات دیگه را که در افغانستان از لحاظ فقر و بدبختی و بیچارگی و بیسوادی داریم و این موضوعات دخانیات دیگه هستن، حداقل طفلای ما را ذهنیتشان میتونیم بسازیم. اگر از ما مثلا نشده، ولی از اونا را میتونیم که کمک مثلا برشان میگن که مکتب چه قسم برین، کالا چه قسم بپوشی، حفظ السیده چطور متوجه باش،
خوراک تا چه قسم متوجه باش، که خود بچه کاکا اما خاله میشینی چه قسم گپ بزن، که سیمشایت میری چه قسم گپ بزن، مال دیگه کس نوردار نگیر، مثلا دزدی چی است، امانت گرفتن چی است، پس امانت تسلیم کردن چی است. اینی ذهنیت هایی است که شما برای طفل میتین که وقتی که سنشان بلند بره، دو وقت باز کسی دیگه هر قدر که سر زینا کار کنه بازو نمیتونه که ذهنیت خود فرد باز تغییر بده. متاسفانه یک ضرب مثلا مردم داره میگه تربیت طفل در کودکی مانند نهال است. شما نهال هر قدر که به هر سوی که بخواین او حرکت میکنه به اون مسیر رشد میکنه، اما وقتی که درخت شد دیگه بسیار سخت میشه. ذهنیت سازی های منفی خانواده چقدر بدی ها داره دکتر صاحب برشمرد و کسایی که بی توجهی میکنین اطفال در زیر دست شماست به خاطر یک آرام شدن از گریه یا مثلا کارهای دیگه که دارین شما میترسونین از یک چیز و ذهنیت های منفی رو برشان نجات میکنین. این بسیار ضرر داره. در آینده یک آدم ترسو، گوشه‌گیر، یک آدم متنفر از همه چیز به وجود میان. اگر از اما ابتدا ما به محبت و همدیگر پذیری و وطن دوستی و ادب و احترام را ذهنیت سازی بکنیم بر اطفال، با گفته دکتر صاحب یک جوانای خوب شایسته فعال داریم که خود با هر لحظه شاید ثمره از را ببینیم و از او استفاده کنیم، لذت ببریم از داشتن چنین جوانان. دکتر صاحب اینو واقعا دشوار است اگر یک جوان بین در سن 20 و 25 سال میرسن دیگه ذهنیت ها پاکش سخت میشه، بسیار زیاد سخت هم میشه و در پلیزو انسان ها تغییر نمیکنن، دمو حالت که هستن دمو حالت میمونن. فکر مقطع زمانی کمه مثلا تغییرات می داشته باشند، ولی یک باری که شکل گرفت دیگه مشکل است که تغییر بکنه. ما برای خانواده زیادتر ترجیح میتیم که شما فیلم های هالیوودی را به اطفال نمانین. چرا که در هر فیلم یا هر ویدیو یا هر کارتونی که ساخته میشه درش نوشته است که به کدام سن. مثلا زیادتر فیلم های خارجی را امریکایی را که سعی بکنین یا وحشتناک است یا فیلم اکشن است یا چیز درش یک بلا پیدا میشه و مثلا یک آدم آینی است یا یک آتش است یا یک گرم انفجار میشه دفعتاً. اینیا کلش برای کسایی است که سنشان حداقل از 18 بلندتر است، از 20 بلند است. اگر شما خودتان میبینید و طفلتان در پالیتان میشین و چیز نشان میتین فیلم سعی میکنه، این خود از هم سر ذهن روان از اینا تاثیر داره. شما مثلا توی کار کردن یا کارتونی سندریلا را یا مثلا یک کارتونی دیگه از زمین تام اند جری که هست موش پیشک هست، این چیزا را مثلا برشان میمونین حداقل ذهنیتشان خوب کرده میره. و اگر که شما در سن خرد به اینا چیزایی را نشان میتین که از سطح و سوی از اینا بلندتر است، در سن 23 24 باز چی بکنه؟ در حالی که مثلا کاری که باید در سن 24 بکنه او رو در سن 16 و 17 کرده. بله. در سن 25 که رسید 30 که رسید 2 سن باز چی بکنه؟ اینی جاست که باز مشکلات آیسته ایسته دیگه بروزتر میکنه، فرد خودش بیکار میمانه، بی‌مضمون میمانه و خلاقیت در وجودش پیدا نمیشه. ما وقتی که برای طفلا ذهنیت قبلا مرز کردیم که میسازیم، چون خودش دریچه ها را به خود باز کرده میره. بله. مثلا همیشه استاد میگفت که پانتون به شما یا دانشگاه به شما یک راهنماست که راههایتان را باز میکنه. وقتی که ما در داخل پانتون دانشگاه شدیم اصلا چیزا نمیفهمیدیم. میفهمیدیم ولی به اون شکلی که باید میفهمیدیم نمیفهمیدیم. ایسا ایسا پیش رفت. مکتب ما این شکل، کودکستان ما این شکل. اینا وقتی که طفل ذهنیت ساخته میشه برشان یک 6 ماه 1 سال هم که شما برای یک طفل ذهنیت بسازین کافی است. دقیق. حداقل برای چند سالش. دکتر صاحب یک از ضررهای از شاید باشد اطفال و نوجوانایی که در خلای ذهنی به سر میبرن پدر مادرها به توجهی کردن از اینمی خلاقات دشمن بسیار زود استفاده میکنن. مثلا او ذهنی که از محبت وطن از محبت هموطن پر نباشه، شاید طالب و داعش دشمنا بیاد اونجا نفرت پر بکنن. حالا ما شما در صفوفشان میبینیم که بسیار پررنگ است، در حالی که هر دو فرد افغانستانی است. او چه رقم استفاده میکنه در اختیار دولت کسی ذهنیت ها چه رقمی است. به این خاطر من فکر میکنم خانواده ها باید اول خود با محبت و صمیمیت و وطن دوستی ذهنیت ها را پر بسازن. در غیر از اون نهادهای آموزشی چقدر نقش داره به نظر شما؟ حتی مدارس دینی که در برخی مورد متاسفانه شاید اینا به جای از اینکه محبت وطن و هموطن و مردم اونجا پر بکنه در ذهن اولادها، شاید بعضی چیزای دیگه پر شون، افراطگرایی پر شون. ببینید وقتی که یک طفل شما روان میکنین به یک مرجعی که نامش مهم نیست که مکتب است، مدرسه است، هر چی که هست،
یک مرجع میره که روانش میکنین که تحصیل کنه یا یاد بگیره. اول شما خودتون یک چند روز اموجه برین، شخصا خودتون برین که آیا امو مرجعی که قرار است طفل شما را تربیه بده واقعا جایی است که شما سرش اعتماد کنین طفل روان میکنین. چون همیشه وقت انسان ها استفاده جو هستند. من یکی از دکترها را 2 روز پیش یک میز امرایشان شیشته بودم. گفت دکتر محمود من رفته بودم ژاپن و در ژاپن سعی کردم که قطار خط شاگردای مکتب است. گفت بسیار منظم یونیفرمایشان در جانشان، بیکایشان در پشتشان. گفت من رفتم در بین زمین در خط از جا ساد شدم. گفت یه طرف مسئله میکنن که آدم کلان خودش آدم چیز در خط ما اطفال چی میکنه کامت. بله بله بله. باز نه چرا کار که دکتر صاحب خودت گفت محمود این خلا رو من در دور طفولیت مس کرده بودم. حالا پریش کردم. اینا ببینین وقتی که شما یک طفل روان میکنین به طرف از یک مرجع که یاد بگیره، کمبودی ها و کاسته خود طبیعی است که می داشته باشن. ولی فردی که برای زونا تربیت میته آیا خودش فرد بسیار بی تربیت است یا با تربیت؟ شما خودش دارای چی ذهنیتی است؟ چی ذهنیتی است؟ اینا اگر که خود خانواده ها قرار باشه که طفل خود به جای روان میکنن، اوج اعتماد ایجاد شده یا اعتماد هست، بلا ناغه بدون از اینکه طفلتان واقف باشه خودتان برین اونجا بشینین ببینین که برشون چی تدریس میشه. مثلا مهم نیست که هر جای باشه، مدرسه اگر باشه، کورس باشه، مکتب باشه، کودکستان باشه یا مثلا جای دیگه باشه که برای شما خودتان برین یک بار ببین من میخوام یاد بگیرم مرام یاد بدین. وقتی که داخل صحنه خودتان شوید براتون درک میکنین، احساس میکنین که فضا از چه قرار است. بله. چون بسیاری اوقات وقتی که شما میخواین اگر یک جای اکادمیک یا جایی که تدریس میشه واقعا درک بکنین، از کردار و روش که شاگردا رخصت میشه را بفهمین. اگر شاگردا به شکل دوش رفتن، من فکر نمیکنم که جایی باشه که اطفالتان خوش باشه دوجا بره بیه. اگر که با آرامی مبرایه، با فرصت مبرایه، دوش نیزش با آرامی طفلا مبراین، به این مانا که استادشان بسیار استاد خوب است و هنوز در فکر ماندن است خاطراتش جا مانده. استاد و همچنین دکتر صاحب یک موضوع دیگه هم هست در مناطق بسیار دوردست، ما تنها شهرها را در نظر نگیریم، برخی محافل و مراسم های عزاداری که برگزار میشه در تکیه خانه ها ما از دیگه شاهد بودیم، برخی آخوند صاحبا یا مولوی صاحبایی که انصافشون واقعا کم هست، اینا من مثلا از یاران پیامبر صحبت میکنن، یکی را خوب میگن یکی بعد از 4 یار پیامبر یکی را خوب میگن یکی بعد این طفل که در کنار مادر شرکت میکنه در ذهنش میمونه که والا فلان یار پیامبر والا بدی کرده. مولا صاحب گفت این میمونه تا ذهن و تا آخر نفرت میمونه که خب فلان یارش بد بود، فلان کسی که برو دوست داره اینا هم بد است. در این تو جایا مسئولیت خانواده چیست که خب او آخوند شاید کار کنه، شاید یک مأموریت داشته باشه برای تفریح در افغانستان. بله. سکن من خودم شخصا از خود اول میگم براتون بعداً با سرموضوع خودتون میگم. درست. چیزی که در قرآن شریف نوشته شده و احادیث صحیح است، ما فقط امر خودم شخصا قبول دارم و به می ایدئولوژی کلان شدیم و مطابق از همون پیش میریم. ای که پسان بعداً مثلا کدام حدیث صحیح است کدام حدیث درست نیسته، این برمیگرده برای کسایی که در بخش اسلامیات روایت میکنن، شریعت خواندن، پس از اونا هستن. ولی به خاطر از اینکه یک مولا یا مثلا یک کس دیگه‌ای که این موضوعات در ذهن طفل جای به جای کرده و او طفل کلان شده بالاخره ازدواج کرده و پس او مقصر برای اولاد خود میکنه، اینا رو ببینید شما مشکل اساسی در خود فامیل است، در عدم خوانش است. مثلا ما شاید بسیار کتاب های اسلامی داشته باشیم ولی قرار نیست ما کل از رو قبول بکنیم، به خاطر از اینکه معلوم نیست که نویسنده‌اش کی است، مترجمش کی است. مثلا من یک مثال دیگر موضوع را میارم، شاید به شما جنت یک جایی باشه که سرسبزی باشه، آب و نان تیار باشه، ولی یک فرد دیگر سعی کنید میگه جنت جایی است که دیش تمام میوه‌جات خوبش هست و یک کسی که پرنده ها را خوش ضروره که پرسان کنه میگه جنت جایی است که بهترین پرنده ها را ما بخوایم می داشته باشم.
ولی من اگر پرسان کنم میگم که جنت جای است که سرکای کلان باشه، موتور بنز باشه، من میدوام. بله، رابندی هم نباشه. رابندی هم نباشه. اینا هر کس ذهنیت خود به خاطر از اینکه کدام جنت در ذهن خود ساخته تصورش کرده که در دور طفولیت فامیل برش گفته که جنت انت یک جای است، ملا صاحب گفته جنت انت یک جای است، استادم گفته جنت انت یک جای است. اینا قرار نیست که ما تمام کتاب‌های اسلامی که نوشته شده، تفسیر شده، مثلا ترجمه شده، اینا رو ما قبول بکنیم. اول بیم سر ازیش گپ میزنیم که همون کتاب اسلامی را که ما برای طفل خود ترجمه میکنیم نویسنده‌اش کی است؟ آیا از طرف دولت ما تایید شده نشده؟ آیا کسی که با مصلحت ملی هست نیست؟ و امید موضوعاتی که درش نوشته شده آیا قرار است که امیر پس دوباره برای اطفال خود، برای طفل خود به خانش بگیریم یا که نه؟ این موضوع بسیار مهم است، چون تمامی کتابایی که در افغانستان فی الحال است زیادتر از اینا وقتی که ما میبینیم کتابایی نیست که نویسندهش معلوم نیست کی است. اصلا نویسنده معلوم نیست. اگر نویسنده معلوم است، مترجم نیست که کی نوشته کرده، چرا نوشته کرده کتابه، چرا یک دانه کتابه که 200 صفحه داره به 50 افغانی به فروش میرسه. شاید کار دشمن باشه برای تفرقه و نفاق و ذهنیت سازی. ذهنیت سازی. اینا ما وقتی که میم سر اطفال ما ذهنیت سازی میکنیم، برایشان ذهنیت میتیم، مهمی است که اولین رول فامیل از اینا داره و خود فامیل رکن اساسی از اینایی است که کتاب را که شما بر طفلتان میتین که بخوانه مترجمش معلوم باشه. اگر کتاب اسلامی است، خود کتاب اسلامی کتاب اسلامی ما هر کدامش اینا هر کدام از اینا از خود چیز دارن، تاییدی دارن که واقعا تایید شده که همین کتاب ترجمه که شده از دید و ذهنیت فرد بوده که واقعا افراطگرا نبوده، دقیق واقعا مثلا پولگرا نبوده، واقعا یک فرد بوده که یک هدف نهفته نباشه پشت سرش. بله. دقیق. بله. دکتر صاحب صحبتشون خواهیم داشت. پیام‌های بسیار عالی برای خانواده‌های عزیز میان برنامه کوتاه تماشا میکنیم. بسیار کوتاه هست، دوباره زود برمیگردیم. د اباسین زدران تجارتي مرکز د کابل ښار په مناسب او ښه موقعیت کې د 12 کورونو په درلودو په کار پیل کړی دی. د ضرورت ټول توکي مو له همدې ځایه ترلاسه کولی شئ. زرګري، فیشن فروشیانې، ښځینه جامې، افغاني ګندونه او مافلي جامې، بوټونه او څپلۍ، د ماشومانو جامې او د ماشومانو نړۍ، دریشي او د نارینه‌وو جامې، موبل او فرنیچر، د پردو پلورنځي، رستورانت او مجهز کافي شاپ. اباسین زدران یو آشنا نوم. پته کابل کوټي سنگی. ادامه برنامه صبح فردا و بیننده های ما هم در داخل و خارج از کشور همگیتان خسته نباشین و موضوعات مربوط به خانواده ها و یک مسئله بسیار مهم است که ذهنیت سازی بالای اطفال که در آینده ها بسیار روی افکار، عملکردها، تصمیم گیری ها و قضاوت های فرزندهای شما تاثیرگذار است و حتی شاید افکار در وجود اینها پرورش پیدا کنه که اطاعت خود شما والدین هم نکنه و ضرر بکنید در آینده. دکتر صاحب راهنمایی های خوب را داشتن تا هنوز و حال هم میخوایم پیامشان داشته باشیم. دکتر محمود ساحل، مشاور خانواده، در بخش چگونگی استفاده از کتاب ها، چگونگی استفاده از برنامه های رسانه ها، دکتر صاحب بعضی رفقا و دوستایی که تاثیرگذار هست، مکاتب و مکانهای آموزشی که میرن پیامشون برای پدرها و مادرها یا متولیان طفل چی هست که اینا چیکار بکنن ذهنیت های مثبت در وجود اینا پرورش پیدا کنن؟ اولین چیزی که ما قبلا عرض کردم کتاب هایی که میخوانن درست بسیار متوجه باشند که نویسنده شو و خود کتاب است یا از طرف دولت متایید شده نشده. یکی مهم است. موضوع دوم حلقه خود دوستایی که مثلا اگر سنشان کم بلندتر است متوجه باشند. موضوع دیگر مثلا ما میم سر هر فرد ما در افغانستان حق زیستن داره. اگر پشتون است، هزاره است، ازبک است، هر چی که است، شما طفلتان اطفالتان گرفته برای بعض مثلا برین کتی
پشتونا بشینین، پشتونا بین که مردم ازبک بشینن، ازبک بین که مردم هزاری ما بشینن، هزاری ما برکت ایماق ما بشینن. در تمام مثلا چیزی گرفته میشه همی یک جلسه می باشه، برنامه می باشه، چی اسلامی باشه چی نباشه، هر چی باشه، همسایگی با وجود همسایگی بله. اینا را شما برین به داخل خود همی مراسم از اینا اشتراک کنین، اونا را دعوت کنین که به مراسم شما بیاین. طفلایتان باید که اینا کلشان یک جای زیر یک چتر، زیر یک چتر کلان شوند، بزرگ شوند که یک صمیمیت پیدا شود. فکر کنین من شخصا خودم بهترین دوستای ما شاید پشتون باشه، ولی خودم یک تاجیک هستم و من فرق نمیکنه. ولی موضوع چی است که شما اگر طفلتان از زمان طفولیت بگذارینشان، بمونینشان که اینا خود به خود امرای دوستایی که دارن برشان بگین که هیچ کس، هیچ فرد افغانستان یک فرد کم نیست. اگر هر قدر که پیشون بگه که ما بهترین جاها را داریم در افغانستان که تاریخی باستانی است، خب مردم از آن میگه ما بت بامیو نداریم. اگر ما را بگین ما میگیم صحیح شما گوری ندارین، ما چیز داریم، مثلا در پروان بهترین جای به نام اوپیان است، اوپیان نداریم. یعنی هیچ کس، هیچ فرد، هیچ اقوام افغانستان از یک دیگر کم نیستیم. هر کدام ما حتما بهترین جایگاه تاریخی خود داریم در افغانستان که همین باعث میشه که کل ما زیر یک چتر اطفال ما را کلان بکنیم. بله. ای که سابق چی بوده، چی شده، چی نشده مهم نیست، ولی سر از امروز بر اطفال ما یک ذهنیت خوب، یک جایگاه خوبتر، یک ذهنیت خوبتر به خاطر همپذیری برشان بتیم و مخصوصا کتابایی که برای اینا ترجمه میشه، استادایی که میباشن و مکاتب ما خصوصا از کل چیز کده استادایی که در مکاتب تدریس میکنن اینا از طرف خود سرمعلم مسئولیت داره و اولین پرسش هم باید از سرمعلم باشه که استادایی را که اقدام میکنه به خاطر از اینکه شاگردا را تدریس بکنن آیا اونا نشنالیست هستن یا دارای چی روحیه‌ای هستن و برای از اونا ذهنیت هم داده شود که شما اطفال نگوین که مثلا تو تاجیک هستی، تو پشتون هستی، پشتو، فارسی، هر زبان هزارگی، تاجیکی، ما هر زبان ما هر چی که هست بین اینا را دیگه ما غنی‌تر بسازیم، دیگه اینا را ما قوی‌تر بسازیم و این از طریق اطفال ما که برای آینده نسل آینده ماست، نسل هستن که اینا بعدا افغانستان پیش میبرن. شاید 30 سال بعد من هم دیگه نتونم دکتری بکنم، یک فرد نوی میه، اگر او فرد به کینه بیا کلان شده باشه شاید من هم نتونم برم پیشش دیگه. دیدگاه من میاد بر تمام خانواده که شما طفلایتان تا که میتونین افکار مثبت، فکرهای مثبت، اندیشهای مثبت و در پولیزو در ذهن از اینا مسائل را حق بسازین، مسائل را نوشته بسازین، مسائل را برشان بگین که تا زنده باشه همیشه یادش باشه که پدر مرا گفته دروغ نگو، مادرم گفته دروغ نگو. خیر ببینید دکتر صاحب بسیار موضوع جالب بود، انگیزه های بسیار مثبت دادین برای خانواده ها و انشالله که همه بینندگان عزیزی که برنامه را دیدن از این درس و عبرت بیشتر گرفته باشن و تلاششون بیشتر شده باشن. ممنون شما هستیم که از راه دور تشریف میارین و موضوعات بسیار ضروری مطرح میکنین. سلامت باشین. میان برنامه کوتاه زان و دوباره مرور بر مطبوعات و روزنامه های کابل را مرور میکنیم که امروز چه خبرها و چه تحلیل های در روزنامه ها بازتاب پیدا کرده است. روزنامه 8 صبح امروز سه‌شنبه دهم حمل سال 1400 در تتر درشت این روزنامه آمده که قلب آسیا روند استانبول، کابل و منطقه‌اش برای تقویت اجماع برای صلح افغانستان هست. نگرانی از انحصار روند صلح توسط سیاسیون، تحلیل جایگاه جهانی مسعود، مطلبی که در صفحه 4 آمده است. 3 نیروی ارتش در کاپیسا کشته شدند.
آغاز کمپین سراسری واکسن پولیو 9.6 میلیون کودک زیر 5 سال در کشور واکسن می شود. ببینیم که در ادامه صفحات روزنامه 8 صبح چه آمده است. در سرمقاله این روزنامه می خوانیم که پیشنهاد جنجالی طالبان برای نشست استانبول. نزاع بر سر حمل پرچم ملی در محفل دستاربندی در پروان جان یک کودک را گرفت. تصادف موتر عروس و داماد در ننگرهار 2 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشت. مجلس نمایندگان ادعای تلفات غیر نظامیان در حمله نیروهای دولتی در ولایت خوست را بررسی می کند. همچنان مهلت ثبت موترهای راست فرمان 3 ماه دیگر تعیین شد. نشست صلح استانبول، خلیزاد با مارشال دوستم در ترکیه دیدار کرد. در صفحه اخیر روزنامه 8 صبح می‌خوانیم که آمار رسمی مرگ به علت کرونا در مکزیک 60% بالا رفته است. انتشار جزئیات تکان دهنده از هجوم مرگبار شبه نظامیان اسلامگرا در موزامبیک و همچنان واکنش آمریکا به خشونت ارتش میانمار در سرکوب اعتراضهای مردمی. اگر مطالب در دیگه صفحات هم باشد، مطلبی از بهروز خاوری در صفحه 8 ای ماه شب تار کجا می رویم؟ تفاوت افغانستان امروز با دیروز، نشست استانبول کنفرانس بون نخواهد بود. خانم عارفه پیکار مطلب از صفحه 7 نوشته کرده است. مزایا و آسیب‌های خبرنگاری شهروندی سید حسن انوری در صفحه 7 مطلب را پرورش داده است. زندگی در حاشیه وقتی که روزگار یک باره به آدمی پشت می کند. خب استراتژی جدید سیاست پولی بانک مرکزی کجاست؟ ققنوسی مطلب در صفحه 6 روزنامه 8 صبح نوشته کرده است. در سنگر اعتدال محمد منصوریان در صفحه 4 روزنامه صبح کابل را دوستان مرور میکنیم ببینیم که خبرها و مطالب چه هست. رعد و برق تقسیم قدرت در افغانستان مطلبی که در صفحه 6 آمده است. مجلس نمایندگان چهره سیاه دموکراسی و تجارت سیاسی و همچنان خاموشی مجلس نمایندگان در گفتگوهای صلح. اگر مجلس جدیت داشت روزگار مردم این نبود. جای خالی پارک های تفریحی در زندگی کودکان. غنی گفته است جنگ غیر محدود شده و شیوه آن نیز به گونه بنیادی تغییر کرده است. در صفحه اخیر میخوانیم که دزد در خانه و ما گرد جهان میگردیم. زاهد مصطفی. اطلاعات روز را هم داریم دوستان در فرصت باقی مانده. با تتر درشت نوشته کرده که نهمین نشست وزیران خارجه قلب آسیا روند استانبول امروز در تاجیکستان برگزار می شود. خلیزاد و مارشال دوستم در انقره در مورد صلح افغانستان گفتگو کردند. راهکارهای گفتگوی صلح پایدار مطلبی که در صفحه 5 آمده است و همچنین مبارزه با فساد مستلزم نگاه صادقانه است. یادداشت اطلاعات روز و در صفحه اخیر فقط می‌خوانیم که با پایان کووید 19 کووید 21 آغاز می شود. تا فردا چهارشنبه با بخش موسیقی و همچنان بخش‌های چالش‌های اجتماعی و مرور بر مطبوعات که فردا در خدمت شما هستیم. همه شما را به الله بزرگ می‌سپاریم. با ادامه نشرات و برنامه‌های رادیو تلویزیون رای فردا همراه باشین. خدا نگهدار.